شما ورزشکار هستید؟ بله آسف. ماشاءالله. کدام رشته؟ رشته ما بوکس است. بوکس. بله. فعلا در ثبت ولایت تخار در وزن 75 کیلو قهرمان بوکس هستم. 75 کیلو. بله ما خودم پرگاندانی میکنم، قرچه کشی میکنم. صحیح. ما دمی دلم صاحب پشت وطنم چیز میکنه دیگه. میگه واقعیت میگه وطن افتخار ما است، وطن مادر ما است. ولی کسی میتونه مرد داخل رینگ است که میجنگه مقابل وطن خود دفاع میکنه. من انشالله گفتنی اینمی است که هر ورزشکاری باشه موفق احمدینی ها باشه. مقصد این 75 کیلو است. بله. در 95 کیلو خدا برسان باز یک مسابقه. انشالله. قربان یک شعر میگه برای ما باز میریم. میگه دل نبند دنیای فانی میگذرد، موسد پیری رسید و هر جوانی میگذرد. زنده باشه. زنده باشه. زنده خوب باش پهلوان جان.